ساختمون اومدیم که برقش فیوز محافظ جانش یا نشتی جریانش قطع میکنه و ما عیبی که پیدا کردیم میخوایم تو کدوم فیوزها هست و برای رفع عیب اون ببینیم چگونه میتونیم این عیب رو پیدا کنیم و فیوزمون رو درست کنیم، برقمون رو درست کنیم. ببین فیوز محافظ جان رو که وقتی وصل کنیم، این فیوز وصل برقایی که فیوزها رو میزنیم اتصال کوتاه کرد، فیوز محافظ جان ما اتصال کوتاه کرد. حالا یه بار دیگه بذار ما وصل کنم خاطرم جمع شه. ببینیم که مال کدوم قسمت های از ساختمان هست که با بله مال این قسمت ساختمان هست فیوز میزنه بالا و قطع میکنه. ما برای رفع عیب ابتدا خود برق رو از پای فیوز قطع کنیم و باید برق رو از ابتدا پای فیوز قطع کنید، سیماش رو سوا میکنیم. ما الان میام رشته به رشته امتحان میکنیم و ببینیم تو کدوم از حالت ها هست که فیوز محافظ جانمون باعث بشه که قطع. خب الان وصل هست، اجازه بدین. خب الان میبینیم که برق ما اتصالی نکرد و فیوز محافظ جانمون سالم. باید بیم در قسمت بعدی کار، در قسمت بعدی که سیمهای برق ما اینجا اومده ببینیم فازمون کجا هست و این یکی باید خب این وصل نیست، این وصل نیست و ما یکی سیممون رو امتحان میکنیم. یکی هم وصل نیست. خب این نشتی ها و این سولفات هایی که کرده باعث بشه که فیوز یا سیم ما باعث بشه که فیوز محافظ جانم قطع کنه. ببینیم نولمون آیا وصل هست نیست. تا اینجا نولم وصل نیست، پس میفهمیم که نولم قطع هست. الان اینجا نولمون هم باعث شده که قطع باشه. باز بزنیم بله نول قطع هست. عاملی که فیوز محافظ جان نشت جریان مربوط به سیم نول هست و سیم نول چون قطع هست و برگشتی برق رو ما تو قسمت جب فیوز نداریم باعث میشه که فیوز محافظ جانمون قطع کنه و اون سیم فازمون هم قطع هست و حال باز باید یه تست دیگه انجام بدیم. یک لحظه تست کنم. بذار فیوز سرسیمامون جدا هست و الان این فیوز محافظ جان رو قطع کنید در موقع هنگام کار با برق که برخورد نکنیم. سیم های ما اونجا قطع هست و هیچ گونه اتصالی به جای وصل نیست. الان بخوام ببینیم آیا باز فیوز محافظ جان الان ما وصل کردیم. ببینیم باز آیا فیوز محافظ جانمون قطع خواهد کرد یا نه. اونجا سرسیمون بله باز قطع میکنه در حالی که سرسیم هایمون هم جداست. ببینم زمین اتصالی نکنه. یه بار دیگه تست میکنیم سرسیم ها جدا و آیا واقعا باز فیوز محافظ جان میزند بالا.
بله باز فیوز محافظ جان ما میزنه بالا. حالا باید برای ما بگید ایراد از کجاست که با اینکه سرسیم ها سواس مصرف کننده ای سر مصرف کننده ما نیست ولی باز فیوز محافظ جان ما قطع میکنه. تو کامنت ها برای ما بنویسید و با فالو و سابسکرایب اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد با ویدیو و با سابسکرایب منو همراهی کنید و تا از این مدل ویدیوها رو ما بیشتر برای شما به نمایش بگذاریم. برگردیم برای قطع فیوز محافظ جانی که قطع میشد. بعد از رفع ارجابی سیم ایراد داشت، ما سیم رو عوض کردیم، کابل کشی کردیم تا قسمتی که مال قسمت روشنایی لامپ ها هست. کابل رو از داخل لوله به خاطر که فنر گیر میکرد و رد نمیشد مجبور بودیم از سیم کابل رو روکار رد کنیم و بدین وسیله تا ببینیم عیب اتصال برق ما چطور خواهد شد. حالا ما داریم برق رو وصل میکنیم ببینیم که ایراد کاری که باعث قطع فیوز محافظ جان میشد رفع شده یا خیر. این سیم های نول باید برای خودش نه قطع میکنیم. بعد سیگارزی ببنده قبل از کار کردن باید از قطع برق مطمئن باشیم. قطع نشد. تا اینجا برق وصل هست. در ادامه کار ما میاییم برق رو وصل کنیم، سیم رو بلوک کنیم. این تا اینجا. الان وصل کنیم ببینیم ما باز ایراد جای دیگه هست یا خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بله باز فیوز محافظ جان ما قطع کرد و ایراد داریم. باز
و باید بریم برای رفع ایراد. سرسیما رو اتصالش حسم کنیم. ببینیم باز آیا ایراد در کان وجود هست یا خیر. خب بسون نه بس شد. پس لامپا لامپا روشن شد و باز فیوز محافظ جان ما قطع شد. یه بار دیگه تست میکنیم. بله باز فیوز محافظ جان ما قطع میکنه.